متاسفانه رقیه البته اونطوری که عرض کرده امام حسین علیه السلام دختران زیادی داشت. در طول تاریخ منابعی که ذکر کرده هست که فاطمه صغراست در مدینه باقی ماند، چون مریض بود امام حسین با خودش نبود، مریض بود. دختران زیادی داشت در کربلا، اونه که در زیر سمای عصر شد و الا سکینه که در تاریخ بسیار مروج است که من روزش خدمت شما خواندم. روزه رقیه اتفاقا امام حسین علیه السلام این دخترش مادر نداشت، بی مادر بود. انس محبت خاص به حسین شد، انس خاصی محبت خاص به حسین ابن علی چون مادر نداشت. یک زینب که حسین ابن علی دم این دختر و تمام حیاتش همین بود. امام حسین سرانجام سال 61 اوایل سال 60 در ختم سال 60 اوایل سال 61 با طرف کربلای رو به خود کشت. منزل به منزل برد. رقیه همیشه با پدر است، با زینب است. زینب رو دوست دارد، پدر رو دوست دارد. رفت مکه. رقیه در مکه میگه هر زمانی که محسن نماز رو ادا میکرد رقیه میرفت دامن پدر رو میگه و پدرش صحبت میکرد. اگر یادم نرفته باشد عزیزانم، یک جبهه به یزید در خود مکه فرستاده بود که امام حسین علیه السلام در حال حج بکوشد. وقتی شمشیرها رو رقیه میبیند میگن پدر اینا به استقبال ما است. پدرش امام حسین علیه السلام به هر حال همین دختر رفت و پدر خود سرحد کوفه رفت با این کاروان کربلا. 7 شبانه روز به تعبیر یا 8 شبانه روز هم در کربلا بود یا 9 شبانه روز در کربلا بود. خیلی پدر علاقه داشت، انس داشت، محبت داشت. در روز عاشورا زمانی که امام حسین علیه السلام خواست میدان برود، این دختر آمد. این دخترش آمد دامن پدر رو بغل کرد. گرچند امام حسین یک وظیفه‌ای به ابوالفضل داده بود که ابوالفضل چون سردار این لشکر عزیز امام حسین، تمام امید امام حسین بعد از خدا ابوالفضل در همین میدان این خیمه‌های اطفال در یک گودال به اصطلاح تاریخ میگه در یک گودال چوبانی و برای امام شما برپا کرده بود که اطفال جنگ رو نبینند، صحنه‌های جنگ، صحنه‌های مشکل جنگ رو نبینند. اما این دختر دیگه حرکت میکرد، میامد دامن پدر رو میگرفتن، همینطور هیجانی رو گردن پدر رو بغل میکرد و پدرش برابر اجازه پدر نمیدهد. پدرش زمانی که خواست میدان برود در گوش این دختر یک سخن در گوش همین دخترش در کنار خیمه وقتی که میخواست برود دختر آمد پدر رو بغل کرد، بعد سخنی در گوشش گفت. این دختر زانوهای غم رو بغل کرد، در کنار خیمه نشست و پدر میدان برو میدان. پدر رفت میدان حسین قطعه شد. در روز 11 وقتی روسرا را بسته کردن به طناب، از میانش مشتها می‌خواست عبور بدهد. سکینه و رقیه خود را بر جنازه پدر انداخت. یک جنازه‌ای به سر دارد، جنازه‌ای که بدنش شناخته نمی‌شود، همه بدنش با سنگ و چوب و پلو و ضربات شمشیر در قطعه است. این جنازه را پیدا کرد، خودش را انداخت در جنازه پدر بغل کرد. اما این بیرحمان تاریخ تازیانه ها رو آوردن و اینها رو خلاص کردن. برای زینب گفت نه من به کسی اجازه نمیدم شما دست این دختران امام حسین بزنید. دست دختران امام حسین اجازه نمیدهم شما بزنید. زینب زنده هست. زینب اینا رو سوار کرد دور به طرف مزرعه بین راهب کوفه. منزل به منزل زینب است، رقیه با زینب با رقیه. اما سوال میکنم، همین روز زینب سوال میکنم دخترم مگر پدر به شما چه گفت؟ شما حاضر نبودید پدر رو اجازه بدهید میدان برود؟ چی بود باشه شما؟ گفت من نمیگویم، زمانی که به شام رسیدی میگویم. اما زمانی که به شهر شام رسید زینب آمد به گفت منم همه حرفی که پدر برای شما گفت چی بود؟ سوال کرد عمه جان همینجا شام است، ما به شام رسیده این دختره ما به شام رسیدیم. پدرم گفت وقتی که به شام رسیدیم دختر هم من ملحق میشه، اول کسی که ملحق میشه به من شما هستید. من الان خوشحال هستم در شام
زمان امام سجاد رو وارد شد، شبها میآمدن مردم شام بر سر اینها خواب و خوابستر میریختن، شام خواب و خوابستر میریختن. یک خرابه جا دادن، اینجا هستن. بعد این یهودی اتفاقا دیگه دخترش گفت مادر من امروز میخوام بازار برم. دختر یهودی پدر آورد بازار، شما الان این کارو نمی‌کنید دیگه، وقتی بازار رفتید قرار رو میبرید، بچه‌ها میبرید. آمد بازار، این دختر وقتی که به در خرابه نزدیک شد، دیگه رقیه در همین در خرابه نشسته بودن، تناب بر گردن دارن نشسته بودن. این دختر وقتی که به جمال زیباییش نگاه کرد، از پدرش اجازه گرفت که پدر اجازه میده من برم با این دختر اسیر خرابه نشین ملاقات کنم، دست به گردنش بیاندازم، سوال کنم. گفت برو دخترم. این دخترش اجازه داد، دخترش آمد دست به گردن رقیه انداخت و بغلش کرد. گفت دختر کفش مناسب نداره، چادر مناسب نداره، لباس مناسب نداره، مگر تو بدانم از کجا هستی، از کدام شهر هستی، از کدام شهر هستی. اما سرانجام این مرد یهودی آمد دست این دخترش گرفت، گفت ما خانه داریم، من خانه ندارم، اینا خرابه نشین است، ما خانه داریم. خانه اگر صدای برکت مدمت خدمت کنم. ای صغیری بگناه حالت چرا خسته شده، آرزومون در گلو از چه سبب بسته شده. این سوالات دختر یهودی. آرزومون در گلو از چه سبب بسته شده، بابا نداره در جهان، آگردنی تو زهودا را از تنها برسون، آگردنی تو زهودا را